سلام برعکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز اومدیم براتون با 3-4 نفر و همه خیلی غر زدن که چرا خانوم نمیارین، چرا زن ستیزین. محمد پسر دوست داره. خب مادرش هم نمیدونستن این خبر به شماست. اصلا این اصلا توضیحاتی که من می‌خواستم بدم نیست. از اول اصلا شروع. ببین آقا من خودم اومدم استوری گذاشتم تو پیج سوهر، گفتم که آقا کسایی که دوست دارن پیره برای دیدی میگه هک شدن هرچی میشه. او هک شد زدن و سایبری هم میگه. نه بعد آره اون استوری رو گذاشتم، بعد لینک تلگرام گذاشتم، گفتم آقا پیام بدید اینجا، هر کی سوال داره، سوال مالی بیزنسی بیاد اینجا. خب گفتم هر کی سوال مالی و بیزنسی، نگفتم فقط پسرا بیان که، گفتم هر کسی دیگه. من فیلتر جنسیت نذاشتم. منظورش اینه که تقصیر من نیستش که خانوما بیزنسی نیستن. این جور آدمیه. منظورم اینه که آره خلاصه ناراحت نشید. بعد از اون ور هادی اینجوری که اینشون پسر دوست داره، فقط هادی فقط دختر دوست داره و هادی جون زحمت کشید یه خانومو آوردن اینجا که ما الان حالا ایشون این هفته یه خانم پیدا شده سوال داره دیگه، اصلا چیز عجیبی نیست. اگه اجازه بدین خانوما سوال با خانم شروع کنیم یا با خانم تموم کنیم؟ دیگه اون با از خانم بپرس. هادی بپرس. خانم شروع کنیم. خانم شروع کنیم. لیدیز فرست. آره دیگه. قبوله. خیلی خوب. بریم. سپیده جون شروع کن لطفا. سلام مرسی که این وقت رو به من دادین. من میخوام از استرالیا دارم زنگ میزنم. میخوام نظرتون رو بپرسم راجع به کلا پورتفولیوی مالیمون. میخوام ببینم کلا خلاصه بگم، میخوام ببینم الان با شرایطی که من دارم وقت خوبی هستش که ما یه خونه دیگه بخریم یا نه. حالا نمیدونم چه دیتیلایی میخواین که من بگم. یه خورده اول از خودتون توضیح میدین که مثلا پورتفولیو چقدر کردی سوهل؟ نوع سوال دیدی چقدر با کیفیت بود؟ آره معلوم بود هادی از طرف هادیه. استرالیا یه خانم آوردی که دیگه هیچ کس نمی‌خوره. ببین من صدا میاد تو. ببین یه توضیح بدم اولا که این سوالی که من دارم یه ذره با قوانین استرالیاست و ممکن یعنی شماها 100% نمیدونین، ولی یه توضیح بدم این که من و همسرم داریم کار میکنیم دوتایمون. اینکاممون حالا مجبورم بگم که کل پورتفولیو رو بدونین. مثلا ماهی دوتایمون رو هم نت مثلا 21,500. بعد 2 خونه داریم که یکیش اینوستمنته، تو یکیش زندگی میکنیم. مورگیج دارن. بعد مورگیج دارن و اینجا یه قانونی که دارن آفست اکانت ما تو استرالیا داریم، یعنی یه اکانت آفست با اون مورگیجی که داری، تو هرچی پول توش بذاری در حقیقت از اون اینترستی که داری به بانک میدی کم میشه. یعنی مثلا اگه 300,000 تا وام داری توی آفست اکانت 200 بذاری، تو فقط به اندازه اون اختلافش 100,000 تا اینترست میدی. حالا اینو یه اطلاعاتی دادم که آره این خیلی باحاله و تو آمریکا نیست به خاطر مسائل تکسی، ولی تو استرالیا ما داریم. بعد حالا اون اینوستمنتی که داریم مثلا حدود 300,000 تا روش لونش مونده. بعد یه آفست اکانتی داریم که مثلا حدود 150,000 تا آفست اونه، یعنی اون فقط 150,000 تا داره روش اینترست میره. این یه خونه دیگه که اینترست الان 2 تا عدد مختلف. اون خونه که توشیم 5 و 84، اون یکی 6 و 14. یعنی اینوستمنت 6 و 14 ولی لندلورد 5 و 84. حالا رو خونه‌ای که توش داریم زندگی میکنیم داریم حالا حدود 800,000 تا وام داره و ماهی 5,400 تا داریم لونش رو میدیم. اون یکی هم که اینوستمنت ماهی 2,700 تا داریم میدیم، 2,400 تا لونشه که حالا اجارش یه چیزی هم از اجارش میمونه در حقیقت. یعنی یه اینکامی هم از روی اون خونه داریم حدود مثلا ماهی 1,000 تا. بعد حالا من رفتم از بانک پری اپرووال گرفتم. ببخشید من دارم تون میگم که وقت بقیه رو نگیرم اگر که زیادی حالا من رفتم از بانک پری اپرووال گرفتم، میگه که میتونیم تا 1,200,000
900 یا 2 میلیون بهتون وام بدیم، منتها به شرط این که مثلا یکی از خونه ها رو، اونی که 300 تا روش مونده رو به جایی که مثلا 17 سال مونده بکنیم 30 سال اکستندش کنیم، در حقیقت ریفایننسش کنیم، ولی از اون بهتون 2 میلیون وام میدیم. حالا من میخوام ببینم که الان درستش چیه، یعنی میخوام نظر همه رو بدونم. آیا ما بیایم یه خونه دیگه بگیریم اینو ریفایننس کنیم، در حقیقت 3 تا خونه داشته باشیم، خب 2 تاشو بدیم اینوستمنت تو یکی زندگی کنیم، یا اینکه مطمئن شم ببینم فهمیدم چی شد. ببین بانک الان اومده گفته من میام به تو 2 میلیون میدم، ولی تو 2 میلیون خونه دومی اینوستمنت هم باید توش باشه، یعنی اون 300,000 دلار بیاد توش، یعنی 1,700 برای شما میمونه. درست میگم؟ آره ببین همه اینا رو از یه بانک داریم وام میگیریم، اون خونه های دیگر به عنوان مثلا گارانتی اون وامی که میخوان استفاده کنن و میگه که برای اینکه اگر که ما این خونه رو ریفایننس نکنیم، خونه که الان داریم و همون 17 سال باز پرداختش بمونه، به ما مثلا 1,200,000 میدن. اگر ریفایننسش کنیم و میزان مانتلی پیمنتش بیاد پایین تا 2 میلیون هم به ما وام میدن. حالا اونش چی مقدارش؟ کلا میخوام ببینم با این قضیه آفست اکانت بهتره که ما هرچی در میاریم و سیوینگی که داریم بذاریم تو آفست اکانت و در حقیقت اینترست این 2 تا خونه رو ندیم، یا اینکه بیایم یه خونه دیگه بگیریم و با توجه به اینکه شهری که ما هستیم کلا تو استرالیا این قضیه اینوستمنت روی خونه خیلی جواب میده ظاهرا، و این شهری که ما هستیم قراره 8 سال دیگه المپیک توش برگزار بشه. الان قیمت خونه ها خیلی داره میره بالا و خیلی هم کمبود خونه هستش. حالا واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم که چی بهتره، آیا پولی که در میاریم 2 تایمون بذاریم تو آفست اکانت، چون این آفست اکانت اینجوریه که تو همینجور مثل اکانت معمولیه تو دسترسی داری، یعنی در حقیقت انگار هم وام خونه رو دادی باز پرداخت کردی، هم همین که خودت دسترسی داری بهش. آیا ما هرچی در میاریم و داریم بذاریم تو آفست اکانت، یا اینکه بیایم ریسک کنیم یه خونه دیگه و یه خب استرس دیگه؟ چی به چند تا جواب متفاوت دادم تو جای متفاوت. یکی اینکه میگی ریسک بکنیم و استرس، من قشنگ میفهمم داری از کجا حرف میزنی و داری یه چیزی که داری میگی خیلی دیپ تر از این فقط یه جمله است که استرس. میدونم داری دقیقاً چی میگی. من توی زندگی خودم هر دفعه که توی سناریو بودم که این استرس یا این ریسک منو ترسون، 10 برابرش ضرر کردم و بزرگترین عقب موندگی من تو زندگیم این بود که من ریسکم خیلی پایینه، در صورتی که آدمی که منو میبینم فکر میکنم من خیلی آدم ریسک پذیری هستم چون کارم دیوونه بازی و از این حرفاست، ولی واقعا من خیلی آدم محتاطی ام و حواسم همیشه خیلی به همه چی هست و بزرگترین ایراد من اینه. واسه همین ریسکو همیشه بپذیر و بهش اینجوری نگاه کن، چرا الان محمد قدرت اینو نداره که اون ریسکی که تو میتونی در واقع یا اون زجر رو بذارش بگیم که خود قشنگ‌ترش کنم، اون زجری رو که تو الان میتونی به زندگیت بندازی و چرا محمد نمیتونه به زندگیش بندازه؟ چرا من نمیتونم به زندگی بندازم؟ برای اینکه تو توی این داستان جلوتری، برای اینکه تو قدرت الان بیشتره، تویی هستی که این شانس رو الان داری که میتونی بری بانک 2 میلیون بگیره. پس نذار ترس جلوی شانسی که در خونت داره میزنه رو بگیره. هیچ وقت نذار این ترس یا اون خستگیش، یعنی که حالا یه تننت بگیریم آشغال باشه 3 ماه پول نده بریم ببینیم خونه رو رنگ کرده، این چیزا انقدر کوچیکن و به قول معروف اصلا توی طولانی مدت فراموش میشه که اصلا نمیتونی نباید بهش فکر بکنی. این راجبه اینی که ریسک پذیری باشم یا نباشم. 2 راجبه اون آفست اکانت، شما الان اوریجی که گفتی 58 بین 2 تا مورگیجای خونت. 58 عددیه که تو استاک مارکت میتونی ازش بیشتر پول در بیاری. حالا واسه مثال برات بگم، تا اگه یه پولی بذاری توی استاک مارکت برای مثلا 40 سال، اگر 9% باشه پوله میشه 3 میلیون، اگه 11% باشه پوله میشه 30 میلیون. یعنی فرق اون 1-2% وحشتناکه توی طولانی مدت. و توی من حالا مطمئنم تو استرالیا میتونه توی S&P 500 هم در واقع اینوست بکنه. S&P 500 واسه 96 سال گذشته اوریجش بوده 10.5%. من اگه جای تو بودم می اومدم اون پولو که دارم بذارم تو آفست میذاشتم توی S&P 500
و 25 سال دیگه تو مثلا الان میگی خونه تو باید 17 ساله پیاف کنی دیگه. الان تو 17 سال خونه، حالا بگو مورگیج هم بکنی، ری مورگیجش بکنی، 30 سال فرقی نداره، بگو 30 سال دیگه میخوای پیافش کنی. تو 30 سال اگه بشینی حساب کنی میبینی مثلا 200، نمیدونم عدد دقیقش چیه، مثلا میبینی $500,000 سیف کردی روی بهره‌ای که ندادی به بانک. ولی اگه همون پولیو که استفاده کردی که $500,000 سیف کنی اینوست کردی تو مال خودت، مثلا $800,000 پول شده. برای همین تکنیکلی سه آدمایی که در واقع این چیزا رو مثلا متوجهن، یکی از ساجستشنایی که میکنن اینه که تو اگر داری انقدر بذاری کنار که اون آفست اکانت رو درست کنی، بیا بگو که من میخوام خونه رو 30 ساله بدم، من میام این پولو به جای اینکه بذارم تو آفست اکانت میذارم توی استاک مارکت و من این پولو توی 25 سال یا مثلا توی 22 سال میرسونمش به $600,000، در صورتی که اون یکی پوله تو 30 سال میشد $500,000 سیوینگ. اون موقع سال 23 میای از اون پول $500,000 رو برمی‌داری، کل پول بانکو پیاف میکنی، $100,000 هم برات سود میمونه. پس هم زودتر پیاف کردی، هم برات پول لفت اوور میمونه. دلیلی هم که بانک داره اینو به تو میده چون بانک داره همین کارو با پول تو میکنه. بانک مهربون که نیست، مادر از بانک ما نداریم تو دنیا. پس اگه شرطرین ارگانیزیشن دنیا داره به توی خوبی نشون میده، تو باید ببینیم پشت داستان چیه. تو که پولو میذاری اونجا، همونجا این پولو برمی داره میذاره توی چیزش، میذاره توی استاکی که خودش میخواد اینوست بکنه و 10% از استاک در میاره. ولی اگه تو پولو میذاشی رو مورگیجش 6% در می آورد، پس اون داره بیشتر پول در میاره، از این نظر خوشحاله. تو هم داری 6% سیو میکنی تو مغزت، میگی خب من 6% جلو هم، خدا بده برکت. ولی یاد باشه بانک هیچ وقت نمیخواد به تو خوبی کنه، بانک فقط میخواد پول تو رو بزنه. حالا اینو متوجه شدم. حالا یعنی منظورت اینه که کلا پولو بذاریم تو سرمایه گذاری و خونه نخریم؟ یعنی بین استاک مارکت و خونه چی؟ من اگر تو پوزیشن شما بودم خونم رو ریفایننس میکردم، 2 میلیون وامو میگرفتم. اون خونه که الان برای اینوستمنت قیمت خود خونه چقدره؟ 1,600,000. 1,600,000 300 تاش مونده. پس اگه شما بخوای بگید یه دونه دیگه از اون میتونی بخری، درست میگم؟ یه دونه دیگه از اون میتونم بخرم، ولی میخوام یه محله بهتر رو، مثلا خونه 2 میلیونی بخرم. ولی مثلا وامش میشه ماهی مثلا 12-13 هزار تا باید وام بدم برای اون خونه. اجارهش چقدره؟ یعنی الان برای اجاره نمیخوام بدم، میخوام برم توش، ولی اجارهش هم نمیدونم راسته. شاید مثلا اینجا هفته‌ایه، شاید هفته‌ای مثلا 1500 باشه. فهمیدم. این خونه که الان توش هستی و اجاره میدی تو این خونه، درست میگم؟ آره این خونه هم که توش الان هستیم 1,700,000 مثلا میارزه، که مثلا اجاره بدم شاید 1,100 تا هفته‌ای بتونم بگیرم. من اگه جای شما بودم حتما خونه جدیدن رو میگرفتم. چون میگرفت. آره چون ببین خونه اینوستمنتش از خونه دوم شروع میشه. خونه اول که مال خودته توشی، خونه اول 100 میلیون دلار هم بشه فرقی نداره، چون تو عادت کردی به اون محل، به اون استایل، همسایه‌ات باید همه 100 میلیونی باشن. پس نمیتونی بفروشی بگی حالا میرم کوچه 3 تا محل پایین‌تر میشینم خونه 5 میلیونی میخرم. نمیشه. واسه همین خونه خودته، اون اصلا اینوستمنت نیست. پس الان تو واقعیت شما یه دونه اینوستمنت داری، با این کار میتونی بکنیش 2 تا. و اگه یه اینوستمنت هستش 1,700,000 اون یکم 1,700,000، در واقع بگو چشم به هم بزنی المپیک بیاد میشه 4 میلیون. 4 میلیون داشتن خیلی به نظر من اینوستمنت قویه و من همیشه اینو انتخاب میکردم تا اینکه مثلا برم بزنمش توی جای دیگه. ولی اون آفست رو میرم تو اینوستمنت استفادهش میکردم، اینترست بانکو کامل میدادم، ولی به شرط اینکه پولو میذاشتم تو چیز. یعنی مثلا میگم الان شما اگه تو حسابتون 250,000 دلار کش دارین، بخشید 150,000 دلار تو حسابتون کش دارین، اگه قرار بود اینوست کنین، اگه مثلا 90 تا اینوست کرده بودین دزدی میشه. ولی اگه مطمئنی که اگه 150 تو این حساب داری، تو اینوستمنت هم 150 تا بود، اون موقع به سودت کار خواهد کرد. ولی چرا دارم این حرفو میزنم؟ چون وقتی تو این کارو بکنی 30 سال دیگه سودشو میبینی و برات سخت اینو ادامه بدی. ولی وقتی الان اینجا هر 100 دلاری که میذاری توش، رو 100 دلار اون 6% کمتر بهره میدی، همون ثانیه افکتش رو میبینی. برای همین 100 دلار هم که داشته باشی اضافه میری میذاری توی آفست اکانتت. واسه اینم در واقع خودت رو باید بشناسی و بدونی که یا این کاره هستی یا اینکه قول میدی این کارو انجام بدی.
راستش میخواستم یکی از خونه ها رو بفروشم یه خونه بهتر بخرم، ولی الان دارم فکر میکنم که یه ذره به همون فشار بیاد تا جایی که میتونیم صبر کنیم، فوقش مثلا 2 سال دیگه اگه دیدیم نمیشه یکیشو بفروشیم. تو همین 2 سال باز کلی میره رو خونه. تازه اصلا اونم من میگم آدم بهتره از استایل خوردنش و مسافرت کردنش و ماشینش بزنه تا اینوستمنتشو بگه. یعنی چون درآمد که کم نیست، بالای 20000 تاست. خونه اینوستمنت هم که اجاره کم نیست، 6 تا این 6 تا اون خودش تا 12 تا اونجا داره پول در میاد. بین این 35 تا که پول در میاد شما میتونی 10 تا افورد کنی جایی که داری زندگی میکنی پول بدی و چند سال دیگه، چون الان این خونه رو تو در واقع با چند صد هزار دلار داری خونه 2 میلیونی میخری. پس تو آردی اگه داری 300 تا میذاری داری میبینی که توی 20 سال دیگه این 300 دلار شده 2 میلیون، پس 1,700,000 درآوردی. چی از این میتونه قشنگ‌تر باشه؟ ما الان این خونه‌ای که مثلا 1,600,000 میارزه ما 600 خریدیم 12 سال پیش، یعنی 2 برابر بیشتر شده. یعنی اگه بتونیم طاقت بریم تا موقع المپیک کلی 2 برابر میشه قیمت خونه. همین داستان دوباره راجع به این میگی 12 سال دیگه. بر همین تا میتونی به نظر من خونه بگی و به محض اینکه یه خونه تو میتونی ریفایننس کنی یا روش خونه دیگه بگیری، من این کارو میکردم. مرسی، خیلی ممنون. حمید جون، هادی جون شما نظرت چیه؟ من بسیار موافق این ادوایست بودم. منتظر بودم ببینم شما چی میگی، چون میخواستم واقعا مستقلا ببینم که چی میگی و واقعا هم نظر من با شنیدن این صحبت ها همین بود. به چند تا دلیل. حالا اپورتونیتی که به نظر میرسه با شرایطی که خونه قبلی داشته بهتر هم خواهد شد. از طرفی 5% و 8% اینقدر سود بالایی نیست که از اون بترسیم. یعنی به این آفست دادن و پیاف کردن زندگی رو کوچیک کردن و ساده کردن، اینوست کردن زندگی رو بزرگ کردن در طولانی مدت و پر و بال دادنه. از طرفی در مورد خونه خریدن من 2 تا عقیده دارم. یکیش شخصیه، میتونه اشتباه بشه، اونم اینه که به نظر من خونه رو وقتی خریدی هیچ وقتی نمی‌خری. به نظر است خونه خریدی تا جایی که میتونی نگه. آره باید فایت کنید تا آخرش. دقیقاً. چون که به ویژه نمیدونم مثلا تو امریکا اینجوریه که اگه تو مدت‌های زیادی احتمالاً پراپرتی تکس زیاد نمیشه. بعد خیلی الان تو کالیفرنیا دارن پراپرتی تکس 30 سال پیشو میدن. ببخشید وسط حرفت، ما اصلا اینجا پراپرتی تکس نداریم. خب ببخشید وسط. خب یعنی که وقتی پیاف کردی دیگه فری. آره میدونم، میگم یعنی اینش هم خوبه برای ما. اصلا همیشه به یه چیزی نگاه کنید توی خونه خرید. اونم اینه که تو برای خرید خونه نمیدونم حالا اونجا باید 20% دام بذاری، چقدر بذاری؟ چقدر 20%؟ میتونی 10% هم بذاری، 20% هم بذاری مورگیج. حالا فکر کنید شما 20% داری پول پیش میذاری، 1/5 شما میذاری، 4/5 بانک میذاره. خب ولی از اون به بعد قیمت خونه هر چقدر که اپریشییت میکنه میره بالاتر، 100% مال شماست. گرفتی؟ آره. یعنی سودت اونجا فاکتور ضرب در 5 داره. تمام اپریشیشن فقط با 20% دان همش مال شماست. در ازای این شما داری یک ریت به نسبت کم، به ویژه اگر خونه رو داری پرایمری میخری کمترین بهره رو داری میگیری. حالا نمیدونم 5% 6%. شما در ازای 5% 6% که داری پی میکنی در طول 30 سال آینده داری تمام اپریشیشن رو صاحب میشین و از طرفی با داشتن خونه قبلی حالا چه ایل بی ام بی بکنی چه لانگ ترم داری کش فلو پوزیتیو هم داری. اپریشیشن اونا سر جاشون، کش فلو پوزیتیو سر جاش، خونه‌ای که نیستی داره خودش رو پیاف میکنه و توی هورایزن برای 8 سال بعد یه اتفاق بزرگ هم داریم میبینیم. اتفاقا اگر که وقت المپیک بشه من میتونم این فکر کنم که خب بعد 8 سال چی میشه. خب یه هیتی اومده قیمتا رفته بالا، ممکنه که بعد نگاه کنیم بلد نیستم مثلا آدم بره ببینه آتلانتا اون موقعی که داشت المپیک بود بعد از اینکه المپیک تمام شد قیمتا چی شد، پایین اومد یا ونکوور بود دیگه. ونکوور که بود قیمتا رفت بالا تا برسه به المپیک. به المپیک نزدیک بود دیگه قیمتا یکی شد موند. المپیک تمام شد قیمتا یهو سنگین افتاد. بعد واسه مثلا 2-3 سال پایین بود، بعد یهو رفت بالا، المپیک هم رد کرد.
که خیلی موقع گفتن چقدر خریم، کاش خریده بودیم افتاد پایین. ما گفتیم دیگه افتاد از بین رفت، چون گفتن یه سری محله هایی که دور بود به شهر ولی هنوز نزدیک بود و ورشون ساخته بودن که جا داشته باشن واسه اینا، و اونا قیمتشون هم سطح داونتاون شد و اصلا اسمش گذاشتن المپیک ویلیج، و اونا قیمتشون هم سطح داونتاون شد بعد افتاد. که رفت که دیوونه است بره اونجا، خب می‌خوامش داونتاون میمونیم دیگه. بعد جمعیت که خود زیاد شد اونها پر شد دیگه، الان دوباره عین هم شده. واسه همین داستان استاک بالا پایین داره، ولی اونقدی نه که مثلا زندگی آدمو بخواد بپاشونه. ولی تو به این فکر کن، یعنی اگر بتونی به این فکر کنی که تصور کن موقع المپیک این بره بالا به یه هیتی برسه و تو فرض کن که بتونی پیش بینی کنی که تقریبا دیگه این خیلی بالاه. اگر بتونی اون موقع اگر بخوای بفروشی، بهترین وقت اینه که اون موقع از این 2 تا خونه، از این 3 تا خونه یکیشو یا 2 تاشو اون موقع توی پیک بفروشی و بعد منتظر بشی ببینی که آیا اون کرش بزرگ میاد یا نه. من اینو دوست ندارم، چون دیدی که یهو داستان میاد آمریکا حمله میکنه به کانادا، جنگ میشه، همه موو میکنن استرالیا، قیمت خونه میره بالا تو استرالیا، بعد میگه ای بابا ما اینو ندیده بودیم. کال کردن مارکت مثلا دیگه. آره من میگم کلا من میخوام یه چیز دیگه بگم، همیشه نگهداری اون سیفه و سیف میفهم ممکنه در عمل اینجوری باشه. به این فکر کن که اگر من ببینم کرش در راهه و بفروشم و کرش اتفاق بیفته، چه کرش دوباره همون پولو میرم 3 تا میخرم، یعنی بعد اینکه بعد جوری افتاد 2 تا خونه میکنم 3 تا بعد دوباره. آره خب نه درسته اون بست کیس سناریوه، ولی من میگم من هر دفعه میرم این کارو بکنم رفت تو پاچم تو د مکس، دارم فقط اینو میذارم اون بیرون باشه. خودش یه ریسک بزرگه دوباره. آره دی، چون یهو از دست در میره. من حتی یادم یه رفیقم باباش خونه داشت، بعد کرونا که شد من خیلی با منطق و اینا پیش بینی کردم که قراره خونه بیفته پایین. گفتم به بابا این گفتم که ببین اگه میخوای یه باهوش بازی در بیاری الان وقتش خونه تو بفروش، قیمت میفته پایین، بعد دوباره بخر. بعد خونه که پایین نیافته هیچی، مثل سگ رفت بالا. بعد به نظرم با خونه نباید همچین ریسک گنده‌ای بکنی. حالا نمیدونم، نظر شخصی من. میگم آدم نباید بترسه. ترس همیشه باعث میشه بره تو پاچت. حالا در تا این حرفای ما بود سبیده جون. مرسی، خیلی ممنون، خیلی خوب بود. حالا 10 سال دیگه بهتون میگم چقدر سود کرد. کاش 67 تا 8 سال بتونی ادامه بدی، بعد ببینیم چی میگه بعد 8 سال. آره باش، 8 سال دیگه دوباره منو بیارین رو خط. ولی اون نکته اولی که سوید گفتم خیلی جالبه، یعنی خیلی از دوستایی من دارم که آنترپرنورن یا الان جاب ندارن، میگن که کسی که W2 یا معادل W2 داره اجاره یعنی حقوق میگیره، اینا به خاطر استابیلیتی درآمدشون خیلی این بانک داره باشون خوب برخورد میکنه. یعنی 2 میلیونی که سوال دیگه چرا شما داری ما نداریم، واقعا خیلی مزیت بزرگیه که اگه نگاه کنی بیشتر مردم ندارن. آره نه این بانکه با ما هیستوریمون خیلی خوبه، داره همه جوره با ما راه میره. مرسی بازم. خواهش می‌کنم، خوشحال شدم. منم همینطور. فرق نمی‌کنه یکی بیاد دیگه بچه‌ها. آرش گل هستی؟ آره آرش بگی بیاد. آره صداش باز شد. سلام دکتر سهیل و محمد. آرش هستم. یه سری سوال راجع به بیزنس هم داشتم. بگو عزیزم جون. خب اولا که دیجیتال مارکتینگ کار میکنم، این بیزنسم اینه که به کسب و کارهای شهرمون که شیرازه توی ایران زندگی میکنم باشون کار میکنم و فروش آنلاین براشون انجام میدم. بخوام به خصوص تر بگم اینستاگرام مارکتینگ و سوشال مدیا مارکتینگ، حالا یوتیوب هم هست ولی بیشتر اینستاگرام. اوکی. چی کار کنم که با تاپ برندهای شهرم بتونم کار کنم، یعنی برندهای خفن کله گنده رو بتونم. اول چیکار میکنی؟ فقط همین که به اینستاگرامشون رو بهتر کنی؟ آره ببین همه خدمات سناریو نویسی، استراتژی، مشاوره، تصویربرداری، ادیت، کار گرافیکی، استوری، همه چی. بزرگترین مشتریت کیه؟ بزرگترین مشتری ببین دو تا از تاپ برندهای شهرمو دارم. یکی بزرگترین تولید کننده جنوب کشور محصولات کمپینگ هست که سایا کمپینگ، اگه اینستاگرامش رو سرچ کنید میاره. 79,000 تا اینستاگرام داره که دست خودمه. و یه دونه دیگه هم داریم فیس تجهیز که تجهیزات کافه و رستوران هست. این دوتا از تاپ برندها هست، بقیه هم هستن مثلا آریا AGM یا آریا مومز اگه بشناسید، قبلا باش پادکست گرفتید خودتون اگه یادتون باشه، با اونم کار میکنم حتی به صورت آنلاین و اینا هستن. یه چند تا دیگه هم هستن ولی کسب و کارهای کوچیک‌ترن. دوست دارم هدفم بزنم رو برندهای بزرگ
کلا شهرم یا کشور چجوری این کار بکنم. خب چیکار کردی تا حالا؟ موو اول خودت چی بوده؟ تو که تو این کاریو دیدی و اینا، موو اول چیه؟ ببینید 3 ماه کسب کارمو زدم و خب چرا فکر میکنی تو 3 ماه یه برند گنده باید بیا با تو کار کنه؟ خب همون چیکار کنم که دارم بلند مدت میگم. نه میدونم، میخوام ببینم. ببین مثلا من وقتی که کمپانی چیزو شروع کردم، جوهر رو شروع کردم، رفتم مارکت رو ریسرچ کردم، دیدم که مثلا آدما بین 1 تا 3 روز جنس رو میفرستن. گفتم خب من یه روزه میفرستم. دیدم آدما قیمتشون بین $10 تا $15. من اومدم قیمتم گذاشتم 9.99. کمترین مارکت گذاشتم ولی مارکت رو بیت نکردم بیشتر از 1 سنت. بعد دیدم مردم ایمیل میزنی بهشون 2 روزه جواب میدن. بعد من همون ثانیه جواب میدادم. خودم اومدم کامپیوترم پروگرام کرده بودم. سال 2000 کسی ایمیل میزد، کامپیوتر میفهمید که کاستومر سرویس، هر ایمیلی نه. اگه کاستومر سرویس بود کامپیوتر من بلند داد میزد گاد میل مادر. صدای خودم هم ضبط کرده بودم و کل خونه برق میشه. یهو ساعت 3 صبح یهو بلنگو میگم گاد میل مادر. بعد اصلا خونم دوستمون خوب بودم میشم میترسیدم من پشت کامپیوتر دارم جواب میدم. خلاصه من اومدم دیدم یه سری کارا هست که تو این کار اگه من میخوام بهترین بشم اینا رو من باید انجام بدم. بعد من همونا رو انجام دادم. بعد گفتم خب حالا برم قوی ترین رو بگیرم. تو چیکار کردی که الان فکر میکنی تو بهترین مارکتی، یا منی که مثلا قوی ترین آدمم باید بیام با تو کار کنم؟ میخوام اینو بشنوم. خب ببینید دیجیتال مارکتینگ به صورت جدی کسی تو شیراز اونجوری حرفه‌ای و قوی کار نمیکنه. شاید 5-6 نفر باشن و یه چیزی که من دارم مزیت قیمتیه، چون بیزنس رو تازه شروع کردم تعداد زیاد قیمت خوب و کیفیت خوب میگیرم. می‌خواستم ببینم چجوری این کسب و کارا رو پیدا کنم. قیمت اصلا اهمیت نداره، این یاد باش. منم قیمت خوب، منم قیمت پایین گذاشتم ولی اشتباه من بود. قیمت هیچ وقت هیچ بیزنسی به خاطر قیمت معروف نیست. یه جمله اینجا اضافه کنم بچه‌ها. دقت کردی زاویه سهیل چی بود؟ اولین کاری که کرد اینه که خودش رو گذاشت جای مشتری، ببینه اون چی میخواد و کاری که برای اون بهتره رو چه می‌کنی. یعنی تو بیا جای خودت، بذار جای اون برند بزرگه، ببین اون باید دنبال چی بره. تو اونجا نشستی مسئول فروشی و دنبال یه جایی هستی که برای تو مارکتینگ رو انجام بده، میخوای سرچ کنی ببینی که کدوم شرکت رو انتخاب کنی. آره حالا نه تو بگو، من فکرم تمام شد. جوابای تو اینجوری بود که خودت چجوری معرفی کنی، تو کی هستی، تو چرا بهتری. جواب سوال این بود که مشتری من دنبال چی میگرده. یعنی تو جوابات به سمت خودت نرو، سعی کن خودت بیای بیرون به سمت چه زاویه اون نگاه. حالا سوال جون شما. آره حالا یه چیزی که هست تو باید بیا نگاه بکنی. دوباره میگم پول اصلا مهم نیست. یعنی الان تو مثلا بری پیش قوی ترین، چون اولین چیزی که باید بفهمی دنیاهای آدما همیشه مثل هم نیست. خب یه نفری که توی دنیای بزرگ شده که هر چی میخواد فراهم میشه، مثلا من بچه بودم فکر میکردم همه آشپز دارن. من نمیفهمیدم که باید خیلی شانس داشته باشی که مثلا تو اون لول باشی. و وقتی اومدم کانادا میگفتم اگر تو ایران ما آشپز داریم، تو کانادا که دیگه همه باید آشپز و راننده داشته باشن. و وقتی اومدم دیدم مردم ندارن کارگر، اصلا نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته. کسایی که تو اون لول تو داری راجعش صحبت میکنی، تو آلردی الان با صحبتی که کردی نشون میده تو آدمای پولدار رو اصلا نمیفهمی. پس همین حرفی که حالی داره میزنه، تو مشتری تو نمیشناسی. بعد تو وقتی تو نتونی مشتری تو بشناسی، تو نمیتونی باش دیل بکنی، تو نمیتونی بهش بفروشی. مشتری که تو داری صحبت میکنی که میگی بزرگترینه، وقتی کسی که بزرگترینه حالا میخواد بگو شورت صورتی میفروشه تو شیراز، اون پول براش مهم نیست. به تو نمیگه این حرفو، ولی اگه تو یه سرویسی بهش ارائه بدی که بخواد، اگر یارو بخواد پولشو میده. برای همینه که نقاشی رو میفروشن $80 میلیون، چون یکی میخواد. وقتی میخواد یه پول مهم نیست. اگرم ببینه اکسپریانست خوب باشه، مثلا یه کاری انجام دادی حرفه‌ای بودی دیگه 100% میخواد، فقط جلو روت نمیگه همون اول دیگه. خب 100% واسه همین از نظر در پول وارد نباید بشی، باید طریق کار وارد بشی. یکی دیگه که دیدم خیلی ایرانی‌ها میکنن اینه که میگه آقا من میام برات یه ماه مجانی کار میکنم، اگه خوب بود بیا مثلا منو بهم پول بده. این به من بیزنسمنی که بزرگترین شورت فروش شیرازم نشون میده که تو چاقالی، تو دنباله و من نمیخوام با چاقالا کار کنم. برای همین بس نباید این کارم بکنی.
روز اول میگی من آقا میتونم، در واقع تو وقتی میتونی بزرگا رو بگیری که بری تو آفیس بزرگه بگی تو منو میخوای دادا، من اومدم درت به جنس بفروشم ولی تو منو لازم داری. این کاریه که تو باید بکنی تو بیزنس تو رو دیگه. من دیتیلزشو بلد نیستم، برای همین دوباره برگردم به سوالم. تو چیکار کردی که بقیه بهتری؟ تو الان فقط گفتی آدم کمه. اگه تو شهر من رقاص کمه، من شروع کنم رقصیدن، معنیش نیست که من شدم بهترین رقاص شهر. درسته، متوجه شدم. ببین پس بعد خودم بذارم جای مشتری و ببینم اون چی میخواد. قیمتم اصلا مهم نیست، اگه بتونم مشکل اون رو حل کنم هر قیمتی که بخوام میتونم بگیرم. آره، چون مثلا میگم من یه دونه کمپانی دارم شورت صورتی دارم میفروشم، روزی 1000 تا دارم میفروشم. تو میای میگی من یه کاری میکنم این بشه 1200. این انقدر واسه من ارزش داره که دیگه اصلا پول تو اهمیتی نداره. پول تو مکسیمم بین 5 تا شورت تا 20 تا شورت. حالا تو من بگی 5 تا، من 200 تا میشه 195 تا سود واسه من، تو بگی 20 تا 200 تا واسه من میشه 180 تا سود. من هنوز تو سودم. و خودت این وسط بگی 5 تا داری فکر می‌داری به خاطر اون 5 تا بیزنس منو میگیری. حالا اینجا یه مثال فارسی خیلی خوب داریم، میگن نقد رو بچسب نسیه رو به خیال شو. معنیش اینه میری تو روز اول بگو آقا میخوام من یه ماه فقط کار کنی، $10,000 میگیرم یه ماه فقط باید کار کنم، به جای اینکه بگی من یه ماه مجانی میام. دنیای بیزنس اونوریه ولی اکثرا اینوری فکر میکنن. لوکیشن هم اصلا چیز، یعنی لوکیشن هم مزیت لزوما مناسب نیست، به ویژه توی دیجیتال مارکتینگ. من اگه بزرگترین فروشنده جنوب باشم ببینم چرا اولا باید بیام از تو شیراز یکی رو پیدا کنم، اگر ببینم که برند فلان توی تهران داره بهترین میفروشه میرم نگاه کنم فروشندش کجاست. ممکنه فروشندش بگه که دیجیتال مارکترش اصلا تو لندن باشه، بگم اوکی من پول تو رو به پوند میدم، برای من اینستاگرام رو راه بنداز، چون همه چی ویرچواله دیگه، اصلا مهم نیست که تو کدوم لوکیشن. خود محتوا رو. خب مرسی از جوابتون. یه سوال دیگه هم دارم. بگو ببین. چجوری بفهمم که وقت استخدام نیروی جدید؟ مثلا این شرکت‌های بزرگی که می‌بینیم وقتی که خواب رسید به 4 سال بیشتر احتیاج داره. وقتی که خواب رسید به 4 سال. خواب رسید به 4 سال. ایول. کوتاه مختصر مفید فهمیدم. هر روزی که آدم بیاری روزیه که رشد بیزنست آروم شد، روزیه که پول بیزنست کمتر شد، روزیه که یه دونه آدمو درست کردی که بیزنس رو ازت بدزده. هیچ چیز خوبی نیست. میخوای تا میتونی دورش کنی، تا میتونی کامپیوتر استفاده کنی، بات استفاده کنی، ای آی استفاده کنی، آدمای از تو هند استخدام کنی، تا میتونی میخوای اینو از دور باشه. روزی که کارمند بگیری روزی که در واقع داری لش میشی. من روزی که کارمند گرفتم از اون روز دیگه سر کار نرفتم. خواهر دوست دخترم استخدام کردم. این نه که مثلا خواهر دوست دخترم 16 ساله گذاشتم تو اتاق رفتم. اون دیوسم 20 تا جوهر پک کرد، به مرگ مادرم دروغ نمیگم 17 تاشو اشتباه فرستاد. 17 تا از 20 تا اوردر اشتباه فرستاد. خب دیگه تو هم همینجوری رفتی هایر کردی. نه دیگه میگم همینه. میگه میخواستم اینو بذاره تو جعبه دیگه، اینو دیگه کوالیفیکیشن نمیخواد. آره دیگه تا میتونی کاراتو خودت بکن دیگه. همین یوتیوبش هم اگه دیده باشی آدمایی که خیلی خفنن کارشون خودشون میکنن. آره. برای همین یوتیوب خوب نیست. نه تو رو هم خارجی‌ها رو اصلا نه میگم مالا دقیقاً میک سنس میکنه. اصلا تو که فارسی. خب دم گوارش. خب مرسی از جوابتون. چاکرم. قربون شم. همایون گل. یالا سلام همایون گل، چطوری؟ خیلی خوشحالم اومدم با شما دارم صحبت میکنم و مرسی که وقتتو گذاشتی. یعنی یکی از تاثیرگذارترین آدمای تو زندگی من شما بوده سوید. خب خیلی طولانیش نمی‌کنم، خودم معرفی می‌کنم. همایونم، 21 سالمه، دانشجوی معماری ام. بعد در مورد بیزنسم. کدوم کشور؟ 2 تا سوال دارم. یکی من اصفهان زندگی می‌کنم. ایران. بگو به بیزنس تو بگو برامون لطفا. 2 تا بخش داره سوالم. یکیش اینه که پولی که از بیزنسم دارم در میارم و چطور باید سیف کنم. این یه داستان. یه بخش دیگه از حالا در مورد پول در آوردن مهاجرته. خب چون من حالا تقریبا تیر ماه باید اپلای کنم و مهر ماه و
بر ترم زمستون دیگه نتیجهش معلوم میشه که باید برم یا باید بمونم. کجا؟ خب آلمان. حالا بیزنس هم چیه؟ من توی اصفهان توی کار اجاره خونم و حالا به دختر پسرها، به توریست، گردشگر، به همه اینا خونه اجاره میدم. حالا برام مهم نیست که چه کار میکنن تو خونه، چند نفرن، من فقط پولو میگیرم و میرم و تقریبا پولی هم که در میارم ماهیانه بین 50 تا 60 میلیون تومانی، حالا تقریبا 400-500 دلار و بیشتر پولم سیو میکنم چون حالا از پدرم هم پول میگیرم و سعی میکنم هزینه‌امو با هم پولی که بابام میگیرم مدیریت کنم. پولی هم که در میارم بخش بیشترش رو طلا میخرم با بیت کوین. خیلی عالیه. فقط یه دونه حساب دیگه هم باید درست کنی. من همیشه 10% از پول بیزنسی که در میاد رو میذارم توی حساب، بعد به بیزنس میرسم با 10%. حالا مثلا میگم ما بیزنس هم چیز خاصی نداره، یعنی مثلا اجاره خونه است. من یه واحد آپارتمان دارم خودم، اونو اجاره میدم و تقریبا 7-8 تا واحد دیگه است که مال مردمه، مال بقیه است که از اونو درصد میگیرم. یعنی مثلا 1,500,000 تومان اجاره میره واحدش، 400,000 تومانش برای من، 1,100,000 برای صاحبخونه است. خب حالا مثلا میگم فرض کن تو این 10% رو جمع میکنی میشه یه مقداری، بعد یه روز من که صاحب این خونم که دادم به تو اجاره بدی یا به من زنگ میزنی میگی سهیل من میخوام خونه رو آپدیت کنم، یه خونه یه خوابه کوچیکم دارم، من میخوام خونه تو یه آپدیت برات بکنم، دیواراش خود کثیف شده و فلان و ناس، من میخوام برای رنگش بزنم، اگه اوکیه اینو 3 روز من برم رنگش کنم آدم بفرستم اونجا. من پشمام میریخت تو این کارو بکنی، ولی اگه تو این درصد هیچ وقت از این کار نمیتونی بکنی. حواست به این فقط میخوام باشه. من آخه همه پولمو دارم سیو میکنم، این چیز خاصی برای خودم خرج نمیکنم. نه میفهمم، سر همین دقیقاً میخوام بگم، میخوام 10% از پولت برگرده به مردم. 10% از اون پول مال تو نیست، 90%ش مال توه، 10%ش باید برگرده به منی که باعث شدم تو 90% در بیاری. حالا تو اینو میتونی خودتو خوشگل کنی، میتونی ماشین خفن بخری وقتی میای من ماشین تو ببینم، میتونی خونه منو رنگ کنی دیگه. اون ایده بعدش من الان ندارم، ولی تو باید یه فاندی داشته باشی که بدونی آقا این پول که من در میارم، به قول ایرانی‌ها میگن چی، نمک هم خوردیم، میگن هم نمک خوره هم شدیم، هم چیزی میگن، یه همچین حالتیه. من اومدم به تو بیزنس دادم، تو از بیزنس من نون و نمک هم خوردیم. من الان اومدم نون و نمکی که داری میخوری به خاطر من داری میخوری، چون من خونه‌مو دادم به تو داری خونه منو اجاره میدی، داری نون و نمک میخوری. نه یه داستانی که هست اینه که صاحب خونه‌شو نمیتونه هر روز بده اجاره. خب من با یه پیرمرد کار میکنم 3 تا خونه داره و من 3 تا خونه‌شو هر روز دارم براش پر میکنم. یعنی عملاً روزانه مثلا ما 5 میلیون تومان روزی دارم به پیرمرد پول میدم. خب این 5 میلیون تومان مثلا 700,000 تومان، یه تومانش خودم برمیدارم، 4 تومانش میمونه براش. این پیرمرد عمرم بتونه خودش خونش رو هر روز پر کنه، یعنی هر روز مشتری نداره، ولی من پرش میکنم، آگهی میذارم تو دیوار. ولی این چیزی که باید فقط تو مغزت باشه، این چیزی نیستش که باید به زبون بیاری. میدونی چی میگم؟ این چیزی که تو باید به چیز باشه که من الان کارم اینه که به مردم کمک کنم خونه‌شون رو اجاره بدم و چون دارم این کارو میکنم پول دارم در میارم. به این نگاه نکن که چون سهیل چاغاله نمیتونه خونه‌شو اجاره بده من دارم اجاره میدم پس من باحالم. چون تو یه بار اتفاقی بیفته یارو تو رو ریپلیس میکنه. یه نفر بیاد بگه من 5 دلار از تو کمتر میگیرم خونه‌تو اجاره میدم، یارو میندازه تو رو بیرون. پس ارزش تو واسه یارو همین پول است. اینجوری بهش نکن که تو داری به یارو حال میدی. میفهمی چی میگم؟ اون داره به تو حال میده. و این خیلی مهمه وقتی تو بیزنس تو این منطقه داشته باشی که من همه دارم به من حال میدم، همیشه سر به پایین تری، همیشه آدم خفن تری هستی، همیشه بهتر حرف میزنی، همیشه مؤدب تری. ولی وقتی این درو واسه خودت باز کنی که آره این چاغال پیرمرد 90 سالگی که نمیتونه خودش اجاره بده، حرفت هم درسته، پس فقط به خاطر من داره اینقدر پول در میاره، اگه من نبودم هیچ کسی دیگه هم مثل من نیست، کسی دیگه هم بیاد بعد دوم سرشو کلا میذاره، همه فقط تو خوب قبول. ولی تو وقتی اینو به خودت میگی تو یه قره میشی که فردا یارو یه پخ با تو بگه یهو شروع کنه داد بیداد کردن، یهو عصبی میشی، میای خونه احساس میکنی اصلا نمیکنی، یا میای خونه احساس میکنی آدم بیخودی هستی. و تمام این اتفاقات همینجا شروع میشه که من نبودم اینو نداد، اگه تو نبودی 100 تا دیگه مثل تو هستن. من کلا غرور و اینا ندارم. خب بیشتر بحث پوله. تا وقتی که طرف پول منو بده
البته پول جوریه که اول میاد تو حساب من سهممو برمی‌دارم، بعد خودم براش کارت به کارت میکنم. ولی خب از انصاف خیلی دوره. این چیزی که سهیل میگه next level ها، تو داری تو لول بیزینس معمولی صحبت میکنی. This is the next level. و من مثال دارم. این باعث میشه که پیرمرده که یه فامیل داره، این word of mouth یا این که بعداً بره یکی دیگه بگه آقا تو این داری کار میکنی چجوریه، میگه ببین این یه چیز خاصیه. ممکنه یه نفر این وسط بگه که ببین من 3 خونه دارم، آدمم دارم، ولی این آدمه باعث شد من این 3 خونه رو بدم، وگرنه ترجیح میدم خونه خالی بمونه، چون این آدمه یه ویژگی خاصی داره که من دارم به اون میدم و میره به بقیه میگه. این بیزینس اکسپند میشه. این چیزی که تو رو خاص میکنه. خیلی توصیه خیلی توصیه خفنی بود. و اون 10% که سهیل میگه توی چیزای دیگه هم هست. مثلا من حالا در مورد کیس تو نمیگم، ولی اگر تو کسی هستی که داری جنس میفروشی، اون 10% میره توی فاند گارانتی، چون اگر یکی بیاد بگه آقا این جنس من بعد 2 سال خراب شد، تو باید بتونی اینو تعویض کنی یا تعمیر کنی. خب این فانده باید از اونجا بیاد دیگه، یعنی اون 10% مال بیزینسه که بعداً برای خدمات پس از فروش استفاده میشه. حالا بستن تو میشه یه کادو واسه یارو، واسه پیرمرد مثلا. متوجه. آره متوجه. حالا من نکته‌ای که همیشه تو کار خب رشتم معماریه، یه تفکر، یه سبک نگاهی که دارم اینه که بیزنس یا پول در آوردن من باید از هیچی باشه. خب یعنی من حالا فرض کن که خودم واحد نداشتم، خودم آپارتمان نداشتم، خب عملاً من دارم از هیچی پول در میارم، یعنی از سرمایه گنده‌ای که مال اون پیرمرد است من دارم پول در میارم. خودم که هیچی ندارم، یه آگهی میذارم تو اینترنت و به نظر هزینه اولیه در بیزنس، هزینه‌ای که برای شروعش میشه به نظرم 0 باشه یا پیچی باشه خیلی خوبه. خب اینو نمیخوام زیادش کنم، یعنی نمیخوام که مثلا ریسک درست کنم. یه بار که مثلا پیرمرده بگه که آقا من نمیخوام دیگه وات کار کنم، میرم پیش یکی دیگه. یعنی کلا ریسک موضوع جدیدیه، یعنی این به صحبت قبلی هیچ ربطی نداره. این بهش میگن other people money. بهترین نوع بیزینس اینه که تو با other people money بتونی پول درگیری مثلا درصدی. ولی باز اون قانون قبلی که سوال گفت اینه که خب حالا تو درآمد خالص داری، فکر کن 90% مال تو، اون 10% مال خود بیزینسه که کش اوتش نمی‌کنی، نمیاریش بیرون. اون موضوع خود کاملا جداییه. یعنی برای بهتر کردن بیزنس، حالا رشدش رو هم کارهای آره یه چیزی بهتر کنی. یادم باشه که این پول مال توئه، پول دست من که نمیدی، تو حساب خودت یه جوری میذاری. فساد کل همشو وردا بزن برو باش گل روز بخره پای دختری که دوستش داری. اینجوریه که به تو ضرر میزنه این هیچ وقت. این فقط میتونه واسه تو سود داشته باشه. گرفتمش. خب حالا من سوال هستیم اینه که خب من تقریبا ماهی $400 دارم سیو میکنم. این $400 $200 $300 رو دارم طلا میخرم، $100 هم دارم بیت کوین میخرم. خب و هزینه‌های زندگی خودم دارم از پول تو جیبی که پدرم میگیرم هزینه میکنم. حالا خرجی که من ندارم به عنوان دانشجو، یعنی مثلا نه زن دارم نه بچه دارم، هیچی ندارم. درست. و یا تفریح، کافه است، رستوران، حالا با دوستان میرم بیرون، یه کادویی میخرم، در همین حده. هر چی پول در میارم میمونه. خب و حالا بیت کوین که حالا هیچ میذارم داخل کیف پول ولتم، ولی طلا وقتی که من میرم طلا میخرم مثلا میشه 10 میلیون، میشه 11 میلیون. خب تقریبا 7% از طلایی که من میخرم کارمزد طلا فروشه. یعنی همون لحظه که من کارت میکشم یه سکه طلا میخرم، 7% از پولم رفته به عنوان کارمزد. آره نمیدونم این نوع پس اندازی که من دارم میکنم درسته؟ مثلا طلا این 7% خیلی درست میگی، خیلی زیاده. برای اینکه تو تقریبا شاید 2 سال طول میکشه تا 3 سال طول میکشه اون 7% رو ریکاور کنی. درست. من چون خودم تو ایران نیستم نمیدونم آمارش چیه، ولی اینجا وقتی تو میخوای طلا بخری 2 تا طلا هست. یه دونه هست سکه که همین 1% اضافه است به خاطر اون پولی میگن که سکه روش تولید کردن. یه دونه دیگه هستش باره، فقط یه تیکه طلاه. یه تیکه طلا هیچ دستمزدی روش نیست. قیمتشو هست میگن آقا ما میفروشیم 4400 میخریم 4300.
دیگه 10 تا میخواد باشه 1000 تا میخواد باشه فرقی نداره، قیمتش بالا پایین نمیشه. من همیشه تو ویدیوها نگاه کنین اینو میگم بچه‌ها حواستون باشه سکه نخرین، سکه دزدیه، مخصوصا سکه ایران. سکه ایران یه لولی دزدیه که پشمات میریزه. این داستان واسه بگم کسی نمیدونه، من اینو نمیدونستم. من سکه جمع میکردم چون از ایران اومده بودم و اینجام که اومده بودم هنوز سکه جمع میکردم. گفتم مغازه ایرانی تلافروشی ایرانی سکه ایرانی میخریدم و میذاشتم تو قاف صندوق کانادا. بعد یه روز یه دوستی پیدا کردم که خودش تلافروشی داشت. بعد اون به من گفت آقا بیاد بجنگ خود طلا داری یه دونه گنده بگیر باحال‌تر و ارزشش بیشتر میمونه و از این صحبت‌ها. گفتم اوکی. رفتم این طلا رو بگیرم، طلاهای ایرانیمو بردم دادم بهش. بعد من طلاها رو مثلا هفته پیش آخرین دونه سکه‌مو خریده بودم از طلا فروشی، خریده بودم مثلا $200، خود طلا فروشی ازت می‌خرید $190. 200 قیمت فروش بود، 190 قیمت خرید بود. من رفتم 10 تا از اینا دادم به این رفیقم، بقیه‌اش هم کش گشتم رو میز. بعد یه روز شما گفت مثلا $700 کمه. گفتم چطوری $700 کمه؟ 10 تا سکه دارم که میشه 1900، بقیه‌اش هم کش دادم. گفت نه این سکه رو من گشتم روی ترازو $1200 طلا داره. میگم وا من همین الان برم این مغازه ازم 1900 میخره اینی که تو داری میگی 1200. و همون موقع طلا رو اینجا وزنش برداشت داد به من، گفت همین الان برو بفروش، همین الان برو تا دیر نشده. و من اینو نمیدونستم که طلا ایران تو این لول دزدی توش هست، سکه بغرازدی بهش حباب بانکی. خب مثلا توی ایران سکه‌های پارسیان که پرس میشن ثبت میشن، مثلا یه چیز دارن به نام حباب بانکی. این حباب متغیره، بعضی وقتا که حالا سکه زیاد عرضه میشه توی بازار حباب بانکی کوچیک میشه، یعنی طلایی که میخری طلای بیشتریه، تو اون قاب سکه پلاستیکی طلای مقدار طلا بیشتره. بعضی وقتا که سکه کم میشه این حباب بانکی هم بزرگتر میشه، یعنی طلای کمتری داری میخری ولی همون پول طلا زیاده رو داری میدی. خب این بازار ایران یکم پیچیده است، ولی خب طلا فروشی‌ها توی ایران این حبابه رو دیگه مثلا میگیرن ازت، این ازت میخرنش چون خودشون هم میتونن بعداً گرونتر بفروشن. خب این حبابه چیزیه که داره میره تو جیب دولت ایران و دیگه کارش هم نمیتونن بکنن تو ایران. حالا فقط همین ببین میتونی پیدا کنی که مثلا طلای آب شده باشه. بچه‌ها اگه کسی راهی داره کامنت بذاره. آره من یه سری جا کامنت و حالا دایرکت اینا دیده بودم، یه سری یه کارایی دارن میکنن. یکی بچه‌ها به من ایمیل زده بود که اصلا خودش داره طلا میفروشه. آره اونم یه بحثی که هست طلای آب شده عیارش و درصدی که حالا توش طلا هست خیلی ریسکش بالاست، مخصوصا تو ایران، چون که خیلی چیزهای دیگه قاطیش میکنن و وقتی که میری بفروشی به طلا فروش اون حالا نمیدونم یه اسیدی داره یا مثلا میبره ذوبش میکنه، بهت میگه که مثلا این مثلا 100 گرم یه تیکه طلای آب شده خریدی، این مثلا 10 گرمش مثلا یه چیز دیگه است. بعد 10 گرم طلا خیلی میشه، الان فکر کنم گرمی 7 میلیون تومان 8 میلیون تومانه و 7 گرم 10 گرم تو مثلا ضرر کردی. آره میفهمم. الان در واقع این یه مشکلیه که مال کشور ایرانه، یعنی بچه‌ای که دیگه جای دیگه هستن این مشکل ندارن و منم چون نیستم ایران نمیدونم راه حلش چیه. بچه‌ای که اگه تو ایرانن کامنت بذارن اینجا یا مسیج بزنن اگه خودشون کمپانی دارن که مثلا طلا رو میدن ما اینجا تبلیغاتون رو بکنیم بچه‌ها بتونن واقعا اینوست کنن. بچه‌ها کشو دارن میخوان اینوست کنن، فقط به خاطر دزدی و دروغ واقعا سخته، حقم دارن. چطوری آقا؟ نفر آخر مهیار. آقا بچه سلام، من حقیقت یه خورده داستان شبیه نفر قبلی فرانس شما این بود. من حقیقت همین الان ویزای آلمانم اومده، بعد هنوز تو تهرانم ولی ویزا آلمان اومده، احتمالاً یه ماه دیگه مثلا دارم میرم. بعد اولین سوالی که حقیقت مثلا داشتم من خواستم هفته پیش ازتون بپرسم این بود که مثلا آیا مثلا با اینکه تابعیت ایرانو دارم مثلا تو آلمان حالا S&P 500 بخرم یا نه، که بعد از اون برنامه از سری قبلتون فهمیدم که من ایرانی بودم ما رو ول نمی‌کنه. ولی راههایی هست دور بزنی. مثلا من همین الان محمدم تو سناریوی توه ولی محمد داره میخره، یعنی یه سری کمپانی هست میگیری بعد مثلا کمپانی چک نمیکنه که تو کانادایی یا آمریکایی یا آلمانی، یعنی به قول معروف میگه اولش باز میکنی میگه تو آلمانی، تو هم میگی آره، بعد دیگه سوال نمیپرسه که بیا ثابت کن دیگه حالا چی بشه، مثلا یا تو رو پیدا کنن بعد بخوام اکانتتو فریز کنن یا پولتو بکشن بالا،
میتونه بشه ولی واقعا احتمالش تقریبا صفره. میگم حالا بیای تو آلمان راه امکان داره پیدا کنی. بعد مثلا دوم چیزی که مثلا خب درآمد دانشجو تو آلمان حدودا مثلا دیگه خیلی مثلا دنیا بعد وفق مراد بشه مثلا 1000 یورو یا دیگه مثلا 1200 یورو، چون دیگه ساعت محدودی هم میتونی کار کنی. خب من حساب کردم مثلا اوکی حالا مثلا یه چیزی حدود نصفش برای مثلا فقط میره که توی اتاق بگیری که فقط بتونی بری توش بخوابی، بعد یه مثلا دوباره رو همون پول مثلا 200 یورو 100 یورو مالیات میخوره، با مثلا 100 یورو 200 یورو هم زندگی کنی، مثلا یه پولی هم طبیعتا برای بیمه میره و مثلا آخرش مثلا یه چیزی مثل 100 یورو میمونه. تو این 100 یورو رو حالا میتونید یه انتخاب کنید چه غلطی کنی، ولی خب اونقدر مقدار زیادی نیست که بخواد چیز بشه. بعد من مثلا گفتم که اوکی مثلا برای خودم اومدم حساب کردم که اگه مثلا 50 یورو تو ماه بذارم کنار، حالا مثلا بعد 35 سال 40 سال حدودا چقدر میشه. بعد عددی که بهش رسیدم مثلا فکر کنم بعد 35 سال 70,000 یورو یا دلار، حالا فرق نمیکنه 70,000 دلار، که مثلا داشتم فکر میکردم خیلی رقم جالبی نبود، این رقم دلگرم کننده ای نبود که بگیم مثلا تو 65 سالگی به بعد ما میتونیم کاور کنیم. آخه ببین ببخشید وسط حرفت، سیستمی که ما 67 شروع کردیم یه روز هادی اومد گفتش که تو یکی از اپیزودها اگه دیده باشی بود، میگفتش که من یه دوستی دارم که پیش من کار میکنه و از من درآمدش همین الان بیشتره، و بعد میگفت من داشتم راجع به موضوعات مالی باهاش صحبت میکردم، طرف برگشته گفته اگه من همین کارم از دست بدم دیگه هیچی پول ندارم. حالا تو بذار خودتو مثلا جای یارو، تو ببین تو 70,000 تا از اون طرف، یعنی الان جلوتری. میدونی چی میگم؟ واسه همین به نظرم حالا تا اینجای صحبتت عددهای کوچیکو اصلا دست کم نگیر. حالا ادامه صحبت من دارم بعد حساب میکنم که چقدر میشه. اگه سهیل هم داره آنلاین حساب میکنه که ببینیم 100 یورو بذاری کنار 100 البته 50 داشتم محاسبه‌ام داشتم، ولی اوکی من کانادایی جالب میشه. آره چون 50 یورو میشه مثلا 75 تا 80 تا کانادایی تقریبا. ببین اگر 100 دلار در ماه بذاری کنار تو 35 سال میشه 435,000 دلار که 400,000 دلارش هم از سود اومده. تو 36 تا میذاری 400 دلارش سود میاد. و به نظر من بابای من 20 سال پیش شد 65 سالش و من فکر میکنم خیلی دلش میخواست تو سن 65 سالگی یه حساب الکی اضافه داشت که توش 500,000 دلار بود. بعدم تو الان 50 یورو میذاری که همیشه دانشجو نمیمونی تا آخر عمرت، که بالاخره 2 سال 3 سال 4 سال دانشجویی و سالای خوب داری، یه سال اصلا میری دزدی میکنی بابا، اصلا میری سر کار. نه اصلا واقعا میگم میری دزدی، مثلا یه 1000 دلار میدوزی، اون 1000 دلار اضافه است که میذاری این تو میری کازینو 1000 دلار میبری. آره منم مثلا حساب کردم مثلا دیدم که مثلا برای مثلا 6 یا 7 سال اول مقدار پولی که در میاری با اون پول اینه که مثلا میشه 5000 دلار یا 6000 دلار. یعنی مثلا یه پولی دست بیاد 5-6,000 دلار 6 یا 7 سال پروسه تو اون مراحل اولیه میبره جلو. آفرین. بعد از ایده اینه که شروع کنیم. من یه دونه حساب دارم برای موموکو، ماهی 100 دلار میذارم توش، فقط 100 دلار. بعد دیروز داشتم نگاهش میکردم گفتم این چیه 100 دلار که میخوام باشم بیا ببندم اینو. میدونم 100 دلار چیکار میخوام بکنم. هنوز ندیده بودی چقدر مانده داره یا میدونستی مثلا؟ نه اصلا نگاه نمیکنم چون این حسابی که فقط بهش میفرستم، هیچ وقت لاگین نکردم توش چقدره. بعد اومدم کنسل کنم، بعد یه خورده به فکر فرو رفتم، گفتم بذار برم یه حساب کتاب بکنم ببینم در سال من هر سال که 1200 میذارم تو حساب موموکو 67 سالگی شده 400,000 دلار هر کدومشون، یعنی نزدیک 20 میلیون دارم براش میذارم با 20,000 دلار. به این فکر کن. بعد اومدم یهو کنسل کنم. بعد گفتم احمق تو این آخرین چیزی باید باشه تو زندگیت کنسل کنی. تو چی می‌خوای کنسل کنی؟ 100 دلار بریزین دیگه. یه 166 دلار میریزم به موموکو، 166 دلار میریزم به پاشا هر ماه. اضافه بر همه چیزی که دارن. یهو همین گفتم یه دونه اضافه هم درست بکنیم براشون. من ببینم چی میشه. بعد گفتم دیگه این خیلی اضافه است دیگه، چون 6 7 تا اکانت دارن. گفتم دیگه این اضافه است. بعد گفتم هر کدومش تبدیل میشه به صدها هزار دلار. بده بره بابا.
با تورم و مورم و اینا حساب بکنی داری مثلا 40 50 دلار واسش پول میذاری. الان من بهت 40 دلار پول بدم کم کاری میتونی باش بکنی؟ خب دیگه همین دیگه، هر سال منم یه دونه به مامانکو میدم. برای همین این عدده رو اصلا از مغزتون بیرون کنین، فقط درصد و فکت این که دارین یه گویی میخورین. من که میدونم الان محمد داره هر ماه $1 $10 $20 میذاره توی حساب، میدونم این دریوش داره سیو میکنه. یه بار شده بهت قرب بزنم بگم چرا $20 نبوده 21؟ هیچ وقت به عددش کاری نداشتم. بار اول تو $20 های فایو کردیم که هادی خندید. هادی شاکی شد. وایس ببینم. خلاصه این نظر منه. همایون نظر خودت چیه؟ مهیار ببخشید. آره الان که دیگه این نگفتی که حداقلش اینه که آدم داره یه کار یه گویی میخوره برای آیندهش، اون همین که آدم میتونه این جمله رو بگه به خودش، به نظرم یکی از بزرگترین نکته مثبتشه. که بعد دوباره مثلا همین محمد گفتش که خب همیشه آدم دانشجو نمیمونه. بعد آره بعد دوباره مثلا حالا اصلا بیا تو بدترین سناریو بگو. من دارم میگم تو بگو داری هیچ اتفاق خوبی تو زندگی تو نمیفته، تا آخرش مثلا میای همین $100,000 $200,000 جمع میکنی. تو الان پاش خود برو تو خیابون، هر آدمی رو که پیدا کردی بین 65 تا 70 سالش بود، برو محله خوبتون، اون یارو هم که بنز پیاده میشه برو باهاش صحبت کن. برو بگو آقا دلت نمیخواست الان یه دونه حساب داشتی توش 200 دیگه توش کش بود، $200,000 کش بود US. اگر یکیشون برگشت به تو گفت نه، تو بیا توف کن تو صورت محمد. حرفشو این میزنه توفشو دیگه فکر کنم برنامه فکر واسه چی اومدی؟ هیچ آدمی نیستش که بگه من $100,000 نمیخوام. همه میگه اگه داشتم الان 2 ساعت رولکس می‌خریدم 80 تاشم تازه میمون برام یه عشقی بکنیم باش. یعنی اصلا شک نکن، هیچ وقت به این نگاه نکن که خب شد 50 تا. داری 50 تا؟ نداری، خب پس بذار 50 تا داشته باشیم. 10 تا 50 تا داشته باشی میگم 11 تا 50 تا داری، میگی نه 10 تا، میگم پس خفه شو برو 11 تاشو. یعنی هر جور حسابش کنی به نفعته. جا صدا نمیاد؟ گفتی الو. برعکس گنگ دمتون گرم واقعا که اومدین، مرسی که هستین. این برنامه رو ما همیشه دیگه خواهیم داشت هر 2 هفته، یا اگه به قول معروف اگه بتونیم هر هفته است. نه بتونیمش میتونیم، برای بچه‌ها نمی‌کنم هر هفته. چون متاسفانه آدمایی که به زندگیشون واقعا فکر کنن و بخوان خودشون رو بهتر کنن اونقدر زیاد نیست. یعنی تو هر کی بپرسی بگی میگه آره میخوام، بعد میگی میخوای 100 ویدیو نگاه کنی که یه خورده عقلت بهتر بشه، میگه نه. بعد میگی میخوای 100 ویدیو نگاه کنی یه نفر داره به ویدیو یه نفر دیگه میخنده، بعد میگه آره 200 نگاه کنی. خب اکثر آدما اینن. واسه همین من نمیخوام خستتون کنم، یعنی در واقع یا قشنگتش میگم نمیخوام وقت خودم تلف کنم. اگر نشون بدیم بیشتر عشق و علاقه، خب معلومه هر هفتهش میکنیم اینو، ولی از این بعد دیگه ما هر هفته مهمون خواهیم داشت. لطفاً آدرس تلگرامو بذارین اینجا تو دیسکریپشن هم هستش. سابسکرایب اگه کردین آن فالو کنین. و چرا تاش اینجوری شد؟ قاطی کردم دیگه نه دمتون گرم که پیام میدید. مرسی. Love you Chucks.